اگر بخواهیم با نگاه ناپلئون هیل به زندگی نگاه کنیم، اولین سوال هرگز این نیست که چرا شرایط من سخت است. سوال واقعی این است: کدام فکر مرا در همین نقطه نگه داشته است؟ بیشتر انسانها تصور می کنند مانع بیرونی است: اقتصاد، خانواده، جامعه، شانس، زمان. اما هیل بارها تکرار می کند که سرچشمه اصلی شکست نه بیرون، بلکه تردیدی است که انسان نسبت به توانایی خودش در دل نگه می دارد. این تردید آرام است، فریاد نمی زند. خودش را احتیاط جا می زند، لباس عقلانیت می پوشد، اما در عمل عزت نفس را می خورد و انسانی که عزت نفسش آسیب دیده حرکت نمی کند، یا اگر هم حرکت کند مدام ایستد. ناپلئون هیل می گوید ذهن یا تصویر پرواز را می سازد یا تصویر زنجیر را، و تو دقیقاً همان جایی میمانی که ذهنت هر روز به آن فکر می کند. اگر فکر پرواز کنی، آرام آرام بالها شکل می گیرند. اگر فکر زنجیر کنی، حتی در باز قفس را هم نخواهی دید. نکته تکان دهنده اینجاست: قفس‌ها از آهن ساخته نمی شوند. قفس‌ها از فکر ساخته می شوند، از خیال، از ترس، از توهم الان وقتش نیست. بسیاری از آدم‌ها پشت دیواری نامرئی زندگی می‌کنند. دیوار اگر این پول بیاید، اگر این پروژه تمام شود، اگر این دوره تمام شود، اگر این خبر را بشنوم. و هیل به صراحت می‌گوید تا زمانی که زندگی را معلق به اگر نگهداری، هیچ چیز شروع نمی‌شود. ذهنی که شرط می‌گذارد هرگز فرمان حرکت نمی‌دهد. شروع تحول از لحظه‌ای است که انسان می‌پذیرد نه شرایط کامل می‌شوند، نه ترس از بین می‌رود و نه اطمینان 100% می‌آید. تنها چیزی که باید تغییر کند باور تو به توانایی اکنون خودت است. هیل باور داشت که انسان با همین امکانات فعلی می‌تواند مسیر موفقیت را آغاز کند. بدبختی از جایی شروع می شود که فرد خودش را با دیگران مقایسه می کند و می خواهد بیشتر از دیگری باشد، نه بهتر از دیروز. در این نقطه ذهن از مسیر خود خارج می شود و آرامش قربانی مقایسه گردد. قسمت اول این مسیر نه درباره تلاش بیشتر است، نه انگیزه بیشتر. فقط یک چیز است: شناسایی فکری که تو را متوقف کرده. در قسمت بعد به یکی از خطرناکترین دام‌ها می‌رسیم، دامی که نامش تقلید است و سالهاست انسان‌ها را در نسخه زندگی دیگران زندانی کرده است.